قسمت دوم داستان ما از کلاس درس کالل که 6 سال پیش برگزار شده بود شروع میشه. اینجا معلم کلاس از اطلاعات دقیقی که کالل تو مقالش نوشته و کل تاریخ کریپتون رو پوشش داده تعجب کرده. کالل مثل همه بچه‌ها حوصله جواب دادن به معلم رو نداره و همین باعث ناراحتی معلم میشه. ولی اینجا روی زمین انقدر دست کم گرفته شده که لوئیس لین هم اون رو تهدید به دستگیری میکنه. اینجاست که هوش مصنوعی کالل مارپیچی دور دست لوئیس میپیچه تا کالل رو نجات بده، ولی کالل دلش نمیاد به لوئیس آسیبی برسه و ازش دفاع میکنه. ولی انگار این فلز به این زودیا قرار نیست دست لوئیس لین رو رها کنه. لین از کالل میخواد توضیح بده، شاید بتونه کمکش کنه، ولی کالل مجبور از اونجا دور بشه. از طرف دیگه مرکز فرماندهی عملیات از پروتکلی تبعیت میکنه که تحت برنامه‌های برینیاک عمل میکنه و چون لوئیس براش زیاد مهم نیست پس موشک‌ها پرتاب میشن. حالا نوبت هنرنمایی سیستم دفاعی صلح، ولی لوئیس لین دست بردار نیست و با مرکز فرماندهی تماس میگیره. صلح هم تو سیگنال ها اختلال ایجاد میکنه تا این کار اتفاق نیفته. کالل به این موضوع اعتراض میکنه که من چند بار جون تو رو نجات دادم و تو منو دستگیر میکنی. لوئیس هم میگه مردم باید بدونن تو چی هستی و این صلح که باهاش حرف میزنی کیه. کالل میگه نباید با انسان‌هایی که برای سیاره‌شون با آیندهشون ارزش قائل نیستن بحث کرد. اونا هدف یه هلی تانک قرار گرفتن. پس کالل از خودش دفاع میکنه و میگه ببین این طرز برخورد شرکت لازاروس با مردم. تو بخش بعدی گزارش لوئیس لین رو داریم که برای فرماندهش نوشته و سوپرمن رو اینطور توصیف میکنه. اول فکر میکردم که قدرت‌هاش به خاطر پوشش هوشمندشه، ولی بعداً با دیدن نحوه مبارزش اثری از حیات فرازمینی رو مشاهده کردم. این ابرمرد قدرت‌هایی داره که به نظرم برای خودش هم تعریف نشده هستن. از طرفی مثل یه پسر بچه است که هنوز رمزگشایی نشده، از طرف دیگه جنبه‌های کامل از مردانگی رو داره و اصول اخلاقیش خلل ناپذیرن. گاهی به نرمی صحبت میکنه و خجالتیه و گاهی سرد و سرسخت مثل فرماندهان. در هر دو صورت یک حس مهربانی بهش غالبه. انگار نمیتونه با شخصیت نباشه. میدونیم که میتونه به چند زبان صحبت کنه، ولی هنوز حس یه پسر بچه گم شده رو داره که مورد بدرفتاری قرار گرفته. پیشنهاد بررسی‌های بیشتر در مورد این فرد رو دارم. بعد کالل در مورد قطب شمال و خرسای قطبی صحبت میکنه و میخواد در مورد سیاره خودش حرف بزنه که قفل دستبند باز میشه. لوئیس از کالل میخواد که اونجا رو ترک نکنه، ولی کالل توجه نمیکنه و پروازکنان از اونجا دور میشه. سیستم کامپیوتر یا همون برینیاک از لوئیس سوالاتی در مورد میزان خطر کالل میپرسه و میخواد بدونه که قابل کنترل هست یا نه، و یا اینکه از نظر اون سوپرمن باید خنثی بشه یا کنترل. لوئیس متوجه میشه که سیستم به حرفاش گوش نمیده و فقط نتیجه‌گیری‌های خودش رو داره. در همین لحظه بهش میگن که کارش تموم شده و باید اونجا رو ترک کنه. لوئیس میخواد گزارش خودش رو بنویسه. به همکارش در مورد حس پرواز با کالل و گذر از میان آتش به همراه او صحبت میکنه و اینکه میخواد گزارش همونطور که اتفاق افتاده تنظیم بشه، نه به نظر برینیاک. همکارش تعجب میکنه چون لوئیس از نوشتن گزارش همیشه متنفره و تفره میره. کریپتون 6 سال پیش. پدر و مادر کالل دارن روی اختراعی که مادر کالل در دوران نوجوانی طراحی کرده کار میکنن. این اختراع یک راکت و در عین حال یک پوشش فضایی کاوشگره که برای یک نوجوان تنظیم شده. جورال تصمیم داره کلریکا یا همون قشر دانشمندان رو برای ترک کریپتون متقاعد کنه، ولی اگر نتیجه نگرفت میخواد تا جای ممکن سنگ خورشیدی استخراج کنه و با کمک سفینه‌ها و افرادی که دوستشون دارن کریپتون رو ترک کنه.